امروز قرار موضوعی بسیار عمیق و پر رمز و راز رو بررسی کنیم. خواب بارداری. این نوع خواب نه تنها یکی از متداولترین خواب هاست، بلکه تعابیر گسترده‌ای داره که میتونه جنبه‌های مختلف زندگی ما رو روشن کنه. آیا این خواب نشان دهنده رشد درونی شماست یا بازتابی از ترس‌ها و نگرانی‌هایتان؟ ما اینجا هستیم تا تمام مدل‌های این خواب و پیام‌های پنهان اون رو بررسی کنیم. پس همراه من باشید. درود. باران هستم، راهبر قبیله خورشید. یکی از رایج‌ترین خواب‌ها دیدن بارداری خودتونه. این خواب میتونه با احساسات و افکار متفاوتی همراه باشه. اگر در خواب از بارداری خودتون خوشحال شید، نشونه امید و خلاقیته. اگر نگران شید، ممکنه استرس یا تردید درباره مسئولیت‌های جدید رو تجربه کنید. این خواب اغلب نشان دهنده درگیری ذهنی با یک پروژه، ایده یا تغییر بزرگ در زندگیه. ممکنه نمادی از بلوغ احساسی یا تلاش برای رسیدن به هدفی خاص باشه. بارداری خودتون در خواب میتونه نمادی از رشد روحی و نزدیک شدن به مرحله جدیدی از زندگی باشه. این خواب ممکنه نشان دهنده اتصال شما با قدرت خلاقانه درونیتان باشه. اگر خواب ببینید که در ماه‌های اول بارداری هستید، این نشان دهنده آغاز یک مسیر یا پروژه است. اگر در ماه‌های پایان بارداری باشید، ممکن است نشانه نزدیک بودن زمان رسیدن به هدف یا نتیجه‌ای مهم باشه. دیدن بارداری فرد دیگری در خواب معمولاً به روابط شما با دیگران مربوطه. اگر شخصی که باردار است را میشناسید، این خواب ممکن است نشان دهنده رشد و تغییرات مثبت در زندگی او باشد. اگر کسی که در خوابتان باردار است را نمیشناسید، شاید این خواب بازتابی از تحسین یا ترس شما از تغییرات در زندگی اطرافیان باشه. این خواب می تواند به شما نشان دهد که در حال کمک یا حمایت از فردی هستید که در مسیر رشد و تحول قرار دارد. ممکن است بازتابی از الهامات و آموزه هایی باشد که از اطرافیان خود دریافت می کنید. اگر فرد باردار در خواب خوشحال باشد، نشان دهنده تحولات مثبت است. اگر غمگین یا مضطرب باشد، ممکن است بازتابی از نگرانی های شما درباره او باشد. زایمان در خواب مرحله‌ای مهم است که معمولاً به تحقق یا پایان یک فرایند اشاره دارد. زایمان آسان نشان دهنده موفقیت بدون مانع است و زایمان دشوار نشان دهنده چالش هایی است که برای رسیدن به هدف باید پشت سر بگذارید. زایمان نمادی از پایان یک دوره و آغاز مرحله جدید در زندگی شماست. این خواب می تواند به معنای رهایی از گذشته و شروعی دوباره باشد. زایمان ممکن است نماد آزاد شدن انرژی های منفی یا بهبود وضعیت روحی شما باشد. اگر خواب ببینید که کودکی سالم به دنیا می آورید، این نشانه ای از موفقیت و شادکامی است. اگر کودک بیمار باشد، ممکن است نشانه ای از نگرانی ها یا ترس های پنهان شما باشد. خواب بارداری ناخواسته یا غیر منتظره. این خواب معمولاً با احساس غافلگیری یا نگرانی همراه است. ممکن است نشانه ای از احساس آماده نبودن برای مسئولیت‌های جدید باشد. این خواب می‌تواند بازتابی از ترس‌های ناخودآگاه شما درباره تغییرات بزرگ پیش روی شما در زندگی باشد. بارداری غیر منتظره ممکن است پیام‌آور فرصتی باشد که از آن بیخبر هستید. اگر در خواب بارداری ناخواسته را بپذیرید، نشان دهنده توانایی شما برای انطباق با تغییرات است و اگر نپذیرید، ممکن است بازتابی از مقاومت در برابر تغییرات باشد. دیدن خواب بارداری دوقلو یا چند قلو.
این خواب می تواند نمادی از فراوانی یا فشار باشد. ممکن است نشان دهنده مسئولیت‌های زیاد یا مدیریت چند پروژه همزمان باشد. این خواب نمادی از رشد چند جانبه و فرصت‌های متنوع در زندگی است. اگر خواب ببینید با موفقیت از عهده این بارداری برمی‌آیید، نشان دهنده توانایی شما برای مدیریت فشار هاست. از دیدگاه علمی، خواب‌ها نتیجه عملکرد مغز در پردازش احساسات، افکار و تجربیات روزمره هستند. تغییرات هورمونی در زنان می‌تواند خواب‌هایی با مضمون بارداری ایجاد کند. اگر اخیراً با موضوع بارداری برخورد داشته‌اید، ذهن شما ممکن است آن را در خواب بازتاب دهد. تحقیقات نشان دادند که خواب‌هایی با مضمون بارداری اغلب در مراحل رم رخ می‌دهند، جایی که مغز در حال پردازش عمیق‌ترین احساسات و خاطرات است. خب، می‌خوایم بپردازیم به تحلیل فرهنگی خواب بارداری. در فرهنگ ایرانی، خواب بارداری به معنای دستیابی به آرزوها، فراوانی و رزق و روزی است. زایمان آسان نماد موفقیت است و زایمان دشوار نشان دهنده موانع در زندگی است. در فرهنگ‌های غربی، خواب بارداری نماد خلاقیت، شکوفایی و آغازهای جدید است و در باورهای شرقی، خواب بارداری به عنوان سمبولی از اتصال به چرخه‌های طبیعی زندگی و رشد روحی دیده می شود. وقتی در خواب بارداری می بینید و جنسیت فرزند مشخص است، این موضوع می تواند تأثیر عمیقی بر تعبیر خواب داشته باشد. جنسیت فرزند در خواب نشانه‌های متعددی از نظر روانشناسی، معنوی، فرهنگی و حتی علایق درونی فرد دارد. تعبیر خواب بارداری با فرزند پسر از نظر روانشناسی به معنای قدرت و مسئولیت. دیدن فرزند پسر در خواب اغلب به معنای میل به قدرت، استقلال و توانایی روبرو شدن با چالش‌های زندگی است. فرزند می‌تواند نماد یک ایده یا پروژه‌ای باشد که به تلاش و پشتکار نیاز دارد. این خواب ممکن است به روابط شما با مردان مهم در زندگیتان مثل پدر، همسر یا برادر اشاره داشته باشد. در تعالیم شرقی، پسر نماد انرژی یانگ، انرژی مردانه است که نشان دهنده عملگرایی، خلاقیت و حرکت به سمت جلو است. دیدن پسر می تواند نشانه برکت، تحول مثبت و شروع جدیدی باشد که نیازمند تلاش و شجاعت است. از نظر فرهنگی، در فرهنگ ایرانی داشتن پسر در خواب به معنای قدرت، اعتبار و خوشبختی در آینده تعبیر می شود. در فرهنگ‌های دیگر، در برخی فرهنگ‌ها، پسر نمادی از خوششانسی و ثروت است. اگر در خواب ببینید که پسر شما سالم و شاداب است، این نمادی از موفقیت‌های آنی است. اگر پسر شما بیمار باشد، ممکن است نشان دهنده موانع یا نگرانی‌ها باشد. اگر پسر گریه می کند، شاید بازتابی از احساسات سرکوب شده شما یا نیاز به توجه شما باشد. تعبیر خواب بارداری با فرزند دختر. فرزند دختر در خواب نشان دهنده احساسات، ارتباطات عاطفی و نیاز به مراقبت از خود یا دیگران است. دختر در خواب می تواند نماد یک پروژه خلاقانه یا رشد شخصی باشد که نیاز به پرورش دارد. این خواب ممکن است به روابط شما با زنان زندگیتان مثل مادر، خواهر یا دوستان اشاره داشته باشد. در تعالیم معنوی، دختر نماد انرژی زنانه است که نشان دهنده آرامش، شهود و تعادل درونی است. دیدن دختر در خواب می تواند به معنای شروعی آرام و پر از عشق به همراه شفا و بازسازی باشد. در فرهنگ ایرانی، دختر نماد خیر و برکت است و در بسیاری از تعابیر سنتی نشانه ای از آرامش در زندگی دیده می شود. در فرهنگ‌های دیگر، دختر در خواب به معنای شروع جدید، صلح و ارتباط با طبیعت است. اگر دختر در خواب زیبا و آرام باشد، این نشانه خوشبختی و شادی در زندگی است. اگر دختر ناراحت یا بیمار باشد، ممکن است به نگرانی‌های عاطفی یا مسائل درونی اشاره کند. اگر دختر در خواب به شما لبخند بزند، این نماد عشق و حمایت در زندگی است.
دیدن خواب بارداری با فرزندان دوقلو یا چندقلو و جنسیت‌های مختلف. این خواب نشان دهنده تعادل بین جنبه‌های زنانه و مردانه شخصیت شماست. 2 پسر نماد مسئولیت‌های سنگین یا فشارهای شغلی و مالی است و 2 دختر نماد فراوانی احساسات و پروژه‌های خلاقانه است. پسر و دختر ترکیب این 2 انرژی نشانه هماهنگی درونی و رشد همه‌جانبه است. 2 پسر از لحاظ معنوی انرژی قدرتمند برای شروع کارهای بزرگ و تحول عمیق را نشان می‌دهد و 2 دختر از لحاظ معنوی انرژی آرامش بخش و تمرکز بر روابط عاطفی و رشد معنوی را نشان می‌دهد. اگر جنسیت در خواب مشخص نباشد یا در خوابتان جنسیت آن فرزند تغییر کند، این خواب ممکن است نشان دهنده سردرگمی یا عدم قطعیت در مسیر زندگیتان باشد. ممکن است نمادی از تعادل یا عدم تعادل بین جنبه‌های مختلف شخصیت شما باشد. این خواب می‌تواند نشان دهنده فرصت‌های نامشخص باشد که نیاز به کشف و توجه دارد از سمت شما. دیدن جنسیت غیر معمول در خواب بارداری مثل حیوان یا موجودات غیر انسانی. این خواب ممکن است بازتابی از احساسات سرکوب شده یا ترس‌های غیر معمول باشد. ممکن است نشان دهنده خلاقیت یا ایده‌های خاص باشد که به توجه بیشتری از سمت شما نیاز دارد و ممکن است این خواب نماد اتصال به جنبه‌های ابتدایی تر طبیعت و آگاهی باشد. عزیزانم، خواب بارداری یکی از پیچیده ترین و در عین حال جذاب ترین خواب‌هایی است که می‌توانید ببینید. این خواب میتونه پیام‌های مختلفی درباره خلاقیت، مسئولیت پذیری، رشد روحی و تحولات زندگی شما داشته باشه. امیدوارم این تحلیل به شما کمک کرده باشه که خواب‌های خودتون رو بهتر درک کنید. اگر خوابی دیده اید که نیاز به تعبیر اون دارید، اون رو توی نظرات با من به اشتراک بگذارید تا براتون تعبیرش کنم. مثل همیشه میدونید که باران خیلی دوستتون داره. شب و روزتون رویایی باشه.